یکیش گفت بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها. طرف مولای دیگه سعی کرد گفت والقمر اذا تلاها. این عام چپنکی دید که ما خب میمونم، گفت برو از نم از پشت از موها. با الله و رسولش مذاق کردن کفر است، کفر است، کفر است. توهین الله و رسولش قرآن به مذاق هم کفر است. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سوال کنی ای محمد، منافقین از اون چیزی که گفتن باطل و دروغ در حق تو و در حق اسلام، لا یقولون میگوین انما کنا، حتمی اینا میگوین که انما کنا نخوض و نلعب، یعنی برای تو چی میگن؟ نبودیم ما قصد کننده، یعنی قصدن نگفتیم، ایر بازی میکنیم، مذاق میکنیم. ما انما کنا نمزح و نلعب للترویح، یک خوشحالی میکنیم، تفریح میکنیم، خدا خوش میکنیم. همین گپای ما مذاق بود، حقیقت نداشت، قسم بالله حقیقت نداشت. امام طبری میگه بین رسول الله صلی الله علیه و یسیر فی غزوته الی تبوک، رسول الله صلی الله علیه و میرفت، این گپ چرا گفتن؟ در تبوک روان بود، پیشرویش یک جماعت منافقین بود. فقالوا گفتن انظروا الی هذا الرجل، ببینین این مرد، یک که دیگه خود یرید ان یفتح قصور شام، روان از شام فتح میکنه، سوریه را، و سوریه سایه کی بود؟ فلسطین، شام، لبنان، اردن فتح میکنه، شام این کشورها را شامل میشه و قلعه‌ایشان فتح میکنه. سعی کنی مرد ای چند نفر کار سعی کن، هیهات هیهات دور است که او را فتح کنه. استهزاء سر رسول الله روان ایره که گفتن، خب این بلند نگفتن فطلع الله نبی و رسول، الله خبر داد به نبیش که این تو گپا گفتن برد. فاتاهم، پیامبر پیش از اینا آمد، قال گفت که قلتم کذا و کذا، شما چنان چیزا را گفتین که روم فتح میکنی و شام فتح میکنی، استهزاء کردین در این جنگ. قال گفتن یا نبی الله، وقت یا محمد میگوید ای نبی الله، یعنی که ما ایمان داریم، انما کنا نخوض و نلعب، جزی نیست ما بودیم ساتیری میکنیم، بازی میکنیم، مذاق میکنیم در بین خود. همین گپا که گفت قسم خوردن با رسول هم اعلایشان کرد، خیلی برو مذاق کده. الله گفت نه، مذاق کده کافر شده، با الله و رسولش مذاق کردن کفر است. توهین الله و رسولش قرآن به مذاق هم کفر است. قل بالله، قل بگوید برای منافقین آیا با الله کنتم تستهزئون، استهزاء میکنین؟ با الله یعنی به دین الله، به توحید الله، به شریعت الله و آیاتی، به احکامش، به کتاب الله و رسولی، به پیامبرش یا به سنت رسول و خودش متعال سنتش است. استفهام برای توبیخ است. الله چی میفرماد؟ لا تعتذروا، عذر بهانه پیش نکنین که مذاق کردیم. قد کفرتم بعد ایمانکم، به این قسمای دروغینتان عذر پیش نکنین، فایده ندارد. بدون شک کافر شدین بعد از اینکه ایمان تان ظاهر کرده بودین، حال کفر اظهار کردین. سابقا هم کافر بودن، یعنی قد اظهرتم الکفر، کفر آشکارا کردین که پیامبر ضرر رساندین بعد از اینکه ایمان آشکارا کرده بودین. حال شما مستحق عذاب آتش شدین، عذاب آتش هستین، دنیا شدین که باید شما گردنهایتان زده شود.